به نام خدا. یه وقتایی هست میری سر یه پروژه که نه جی پی اس نقشه برداری داری نه بنچمارک. حالا کارفرما هم میگه کار حساسیت آنچنانی نداره. پس ما باید چیکار کنیم؟ در وهله اول ما باید به صورت لوکال یا محلی ما شروع کنیم به برداشت. حالا اول کار باید چیکار کنیم؟ اینکه دوربین رو باید تراس کنیم. دوربین رو که تراس کردیم یه پوشه یا یه جاپی ما درست. بعد از تراس کردن و استقرار دوربین در جای مناسب، حالا باید شروع کنیم به وارد کردن مختصات که از منوی پروگرام، گزینه سروینگ، 4 تا گزینه پیش و روی ماست که به ترتیب اینا رو انجام میدیم. خودش هم زده 1 2 3 4. اولین گزینه ست جاب، یه جاب باید مشخص کنیم، یه جابمون رو مشخص میکنیم. دومین گزینه ست استیشن، جایی که دوربین قرار گرفته میشه ایستگاه ما. بهتر شماره 9. چون ما بنچمارکی نداریم و به صورت محلی هست، اینو باید به صورت دستی وارد کنیم که از گزینه بسیار مهمی به نام ENH استفاده میکنیم. و محدوده ما چون محدوده بزرگیه، من اونو به صورت 10,000 وارد میکنم. نورسمونم 10,000. ارتفاعمون 100. مبنای ارتفاعی ما 100 باشه. سیو رو میزنیم. میگه ارتفاع دوربین تا روی زمین چقدره؟ دوربین زده ارتفاع اینجا چقدره؟ از روی زمین تا بالا زده. ارتفاع رو زده 1 متر رو با متر میزنیم 1 متر و 65 سانت تا اینجا. اینو که زدیم اوکی شد. اول و دومی که انجام دادیم ستاره دار شد. گزینه سوم ست اورینتیشن F1 به صورت منوال. اینجا باید با قطب‌نما یا قطب‌نمای گوشی شمال محدودمون رو پیدا کنیم و نسبت به شمال محدوده آزیموتمون رو صفر کنیم و ست. دوربین ما توجیه شده. اگر توجه کرده باشین 3 تا گزینه ها تیک خورده و آماده برداشت. قبل از برداشت حتما چند تا بنچمارک بزنین